خواستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر محمد مهدی، برافو، ماشاءالله. عکس و من البته که همه شناختن و عزیزم، برادرم، عشقم، استاد سید حسنین الحلو. در قلب همه ما جا داره. از استاد احمد ابوالقاسم رو بخوانید. ایشان نه. بسم الله. یا الله. محمد رفعت. جزاك خير بدون انتخابات. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. غفر. شاکر نجات. بریم ببینیم چی کار میکنه. حامد باید خودت بخونی. نه حالا این که دیگه نه همینو باید نه همه با هم میخونیم. همه با هم یا دو تایی بخونیم. فقط نه با هم میخونیم. بعد یه نکته وجیه السیارة. بسم الله. وجیه
هست، جاش هم مرحبا. خالیه. مرحبا به انتخابت. آره دیگه دلمون تنگ شده برای منصوری. مرحبا استاد کریم منصور. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اینا میخوام. نعم نعم. استاد مصطفى اسماعیل مرحوم شیخ مصطفی اسماعیل رحمت الله علیه. رحمت الله علیه واقعا مولا. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم الله اکبر. ماشاءالله علیک. برافو برافو برافو. ماشاءالله احسنتم. آقای سوالی، من یکی از این قاری‌ها رو با اینکه همه عالمو میشناسم ولی اینو نشناختم. کیه؟ استاد محمد موسی. محمد امام حسین. بخون ببینیم. ما اصلا واقعا نمیدونیم چیه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله 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 الله. ماشاءالله علیک. ماشاءالله. الله. ماشاءالله علیک. دیگه انتخابی نداریم. قاریایی که از ایرانیا مونده استاد غلام نژاد. حاج مهدی غلام نژاد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى. بفرمایید آقای معصوم. الله الا الله. محمد اللیثی. کجاشو برام میخونیم؟ سوره مبارکه آل عمران. آفرین آفرین آفرین. ربنا ربنا